البته آدم خوبم اینجا میان میرن. یه جوونه بعضی وقتا با دست گل میاد، اولین روزا از اون دورا دست کن میداد. اونم میاد اینجا واسه دادن روحیه. دیجی سجاد ظاهرا که آدم خوبی، اون منو نمیشناسه واسه ثوابش میاد. امیدوارم که یه روزی جوابش بیام. یه وقتا که حرف میزنه چشامو زود میبندم، فکر میکنم تویی به جای اون. قبلا میگفتی تو قصتی قهرمانم، الان که پیر شدم برج زهرمارم. آدم ول میکنه قهرمان قصه شو. نه تو خودت نرو فس نشو. فقط اینو بدون دلم ازت پر بود حسابی. میخوای اسم خودتو الگو بذاری، یه درخت پیر رو از تو باغ کندی، حالا چی؟ میخوای اونو توی گلدون بکاری؟ ریمیکس بای دیجی سجاد. احتیاج به هیچ کدومتونی، چون همه بلا استفاده تو پوشمون دیم. تا دیدی سود تو بازار فروشتون نیست، ما رو پله کردیم خودتون رو بورس بمونیم. حل تو دوستمونی، منم 2 تا